گفتن غریب فی جوف الفاسق. قرآن یاد گرفته است با گناه میکند، قرآن یاد گرفته است عرق میخورد، قرآن یاد گرفته است زنا میکند، قرآن میداند غیبت میکند، بهتان میکند، پرسیر میتید. قرآن میگه غریبه در مینه وی. ببینین الرجل الصالح، یک مردی میگه صالح نمازخوان غریب است در دست زنی بد اخلاق. اگر میگه زن بد اخلاق باشد مردی صالح باشد وی غریب است. عزیزانی من، چون که وی نمیماند که شما طاعت کنید، نمیماند عبادت کنید، غرغر کردن میگیرد. میگه دمی دنیا بیار، پول بیار، میگه نماز تا جمع کمون اون طرف چیکار میکنی؟ میگه نماز نخوان. میگه در دستی میگه بد اخلاق غریب است مردی که صالح است، خداجو است انشاءالله خدا خواهد. یا یک زنی میگه صالحه مسلمه غریب است در یک مردی بد اخلاق بدفعل. از کلام یک زن میگه داملا جان نماز دوزی میخوانم، شوم میآید از موام کشاله میکند میزندم. خیلی مردای بد اخلاقی بدفعلی منافق هم است در بین جمعیت ما. باید انشاءالله خدا خواهد شما نماز خوان شدین عیناً زنای شما در کف تو بازی کرده گردد. نماز خوان آدم از زنش مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم زناش که 11 دونه بود همش در کفش بازی میکرد. میدانی پیغمبری بزرگوار زبانی شیرین داشت، چنان زبانی شیرین داشت که یگان زنش آرزو نمیکرد که محمد از وی دور شود. یگان زنش ماشی میروشی نمازخوان است خداخد از دهن تیلا میرزد. زن تا آزار میتی، زنت بیزار است، پدرت بیزار، مادرت بیزار. این نماز نیست. خدا میگد استعیذ بالله این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز میگه شما را از کارهای فحش و منکرات میدارد، اگر ندارد و نماز نیست. حضرت عمر گفتن اگر نماز شما در همه دنیا برای شما فایده ندید در آخرت فایدهش نیست. فایدهش یه از اخلاقات خوب میکنی تمام. 99 گرد سکه میگردی اون 99 گرده که به نماز بدی بد اخلاق بدی اکن نیک اخلاق میشه انشاءالله خدا خواهد. سی پیغمبر مثل صحابه بین دوست داری خدا خواهد امت میشه، دوست داری مردم میشه انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر چی گفتن؟ خصلتانی لا شیء افضل منهما. دو خصلت است که از وی خوبتر در دنیا خصلت نیست. یکم گفتن المؤمن بالله و نفع للمسلمین. یکم گفتن به خدا ایمان آوردن، خدا را یکگیش نه، قادریش نه، بزرگیش نه، به اتگیش نه، به اپگیش نه، به زنیش نه، به دختریش نه، دایم بودنش نه، همیشه زنده بودنش نه، ایمان میاری. دویم فایده مردم میکنی. مردم باید که از دست شما آزار نکشد عزیزان من. از دست شما، از زبان شما، از پای شما، از رفتار و گفتار شما باید که آزار نکشد. مردم هم بهاش الله قبول میکند. یاد نبرار پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و در کوچه شدگی بودن، یک جنازه گذشت. مردم گفتن بسیار بد اخلاق بود، بسیار افلاس بود، بها کذا عرق خور بود. پیغمبر بزرگوار که وجبت خاموش شدن. از عقیب دیگر یک دیگر جنازه اومد، مردم گفتن بسیار انسان خوب بود، الحمدلله به آزار بود، عبادت کننده بود، خداجو بود. پیغمبر گفتن وجبت. صحابه پرسیدن که یا رسول الله یکم جنازه که گذروندن شما گفته که بد اخلاقش وجبت، گفتن و این دوزخ واجب شد. یا دویم تاوته که آوردن شما خوبیاش بیان کرده این چی شد؟ این در جنت واجب شد. این یاد نبرار. انشاءالله خدا خواهد دعای مردمم انشاءالله نزد الله اجابت می شود، نزد الله انشاءالله قبول می شود. العالم غریب بین قوم لا یسمعون فیه. یک عالم گفتم بین قوم غریبه که و یک گوش نمیکنن. هرچند وی پند و نصیحت میکند، هرچند معویزه میکند، گوشش نمیکنن آدم گفتن. این هم بیچاره غریب. پیامبری بزرگوار میدانی خدا خواهد چقدر غریبی ها را از سرش گذروند. حالی نو اسلام بود، 3 سال اسلام خفیه دعوت کرده از پیغمبر. 3 سال میدانی پیغمبر خفیه اسلام ده دعوت کرد.
از ترس کافرانه، از ترس و یار خدا خواهد انشاءالله. بعد 3 سال حضرت عمر ایمان آورد، آشکاره انشاءالله خدا خواهد دعوت کرد. لکن با اخلاقش، با رفتارش هزارها ایمان آوردگان. عزیزان من، این باعثی خیلی نیست که شما خدا خواهد یک لینیا بروی. این یک شاخ است، درخت است، ریشش است. تمام درخت شاخ دارد، بر دارد، میوه دارد. اخلاقت انشاءالله خوب کن. پیغمبری بزرگوار از سوال کردن که یا رسول الله، این خلق خوب، این زبان شیرین، این لب شیرین، این معامله از کجا یاد گرفتی؟ پیغمبر گفتن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. گفتن من خدام ادب داد. بین خدام. عایشه مادام اصلا کن که این محمدی که شیرین ای، اینقدر لفظ شیرین دارد، اینقدر معامله خوب دارد. این گفتن از کجا یاد گرفت؟ خلقه که خلق القرآنی. گفتن خلق محمد قرآنی است. قرآن خواند، سوره قلم خواند. خدا گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این لعلک علی خلق عظیم. محمد ما تو را در بهترین خلق آفریده. این 4 سوره قلم خواند. سوره قلم 4 آیت خون. خدا میگه ما تو را محمد در بهترین خلق کردیم، در بهترین رفتار و گفتاری خوبت کردیم که چنان معامله که مردم از معامله تو خدا خواهد قائل شوند، از رفتار تو خدا خواهد ایمان بیارند. بین تعلیم خدا را بین انشاءالله خدا خواهد. بین پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه وسلم. من یک تا عایشه مادرم کتی بعض زنهاش کتی زندگی کرده نمیگم. یک روز دور مدن زنهاشی نمان ایچه خدا خواهد. امروز زنهای ما اون نمازخانی و دلوغ بسیاریش دلوغ لینزه کده خچه شوشه خدا خواهد سرکه میگرده. امور به همون لینزه او لینزه را پرتا خدا خواهد اخلاق تا اول خوب کن. اول معاملت نسبت شد، نسبت خسرود، نسبت خشتامنت، نسبت خدا خواهد انشاءالله همسایت، از نمازخانه مردم نفرت نکنه. چنان معامله که انشاءالله خدا خواهد. من ندیدم یگان خانه شما فارچکه داشته شدن همسایش. کنی افارچکه مسلمان باید که همسایش هر روز خدا خواهد نون تید وای نتید پوست شما تید. شما فهمیده سکو دینی ما چی است؟ دینی سخی است. میگه من سخاوت است، دینی سخیگی است. شما سخی شین انشاءالله خدا خواهد. همسایت نه خدا خواهد باید فارچکه داشته باشی. پیغمبر بزرگ فرمود که همسایه به همسایه 3 حق دارد، همسایه به همسایه 2 حق دارد، همسایه به همسایه 1 حق دارد. ولی خدا خواهد به شرطی آش خورده است آشی اگر همسایه دست یک تای سلامت کش نخرش باوی. ندانی حضرت موسی پیغمبر الله چی گفت؟ ای موسی اگر گفت مهمانی من حرمت کنی دیدار من نشونت ندیم، اگر مهمانی خودت حرمت کنی جنت میداره حرمت. حضرت موسی دعا کردن که ربنا وای مهمانی تو کیای؟ مهمانی من کیای؟ گفتن آن مهمانی که ناخواست می آید در خیال نیست وای مهمانی من ای گفت. میدانی برادر ازبکی سخن میگن اوزو کگن عطای خدا چقرب کگن بلای خدا. او فیلاد میگه بلای خدا ہے وای خودش که ناخواست معاش خود است تایوت نه تو کو برادر بیا گو رزق در همینجا بده گو انشاءالله خدا. انا دینی مبین ما باجاش میکنیم با کایت خدا خواهد و پرده کشیدمون با کشیدی همسایت آش نبینه با گوشت نبینه با. این اسلام داری نیست عزیزان من. اسلام پیغمبر هیچی نداشت در یک روز خدا خواهد 1000 دینار صدقه بکرد، هیچی نداشت. میگرفت در دستش اینده میدادش، میگرفتش بیچاران میدادش. میدانی با شما خدا خواهد در بانکامو در صندوقامو دلار و طلا زیر کمدگی ای دیلمون نمیشه که یک سومک گیرمو درای خدا برده یک کم بغل نبتیمش. یعنی دینی سخاوت که بعد کجا شدید؟ و یا نامرد شو مرد شو و یا نامرد شوند پوست روس باشد اگر در همسایت کافر باشد بیدین یک بریده نان حقش بدی یا نه برار باید کافر گفته ایکو باید زده و معاملت کره. این در یگان دین اسلام نیست. یا های میخواد خواهد من دا فکت بیار که محمد کافرها را عموما نگاه نمیکرد، محمد کافرها را میزد، محمد کافرها را بقلش مسلمان کرده. این که به دروغه. این دشمن ها اسلام گفت که مسلمان میگه با شمشیر شده.
و شما را همه تا در کلات و افتمان مونده مسلمان کردن. شمشیر یک دقیقه لا اله الا الله نگو کلات میگیریم تنمی. خدا درک کردی صحبت عالما را ششتی، سخن خدا شنیدی، سخن پیغمبر بزرگوار محمد علیه السلام شنیدی، چیکار کردی؟ لا اله الا الله گفتی، الله هدایتت کرد. یادمی هیچ کس مجبورن در لا اکراه فی الدین، سوره آیت الکرسی دوام آیت شخون، در دین اکراه مجبوری نیست. و دکتر نایک است مثال میدونه نه مخلص استید، همون برادر دعوت میکند وقتی که کدام انسان در آخرش یک سخن مبارک میگد برادر برای دین دور مدن تو یگان کس پول داد؟ میگد نه برادر. یگان کس تو مجبور کرد؟ نمیگد. به اختیار خودت میگوی و اختیار خودت تگی لا اله الله دیگه گفت به اختیار خودم میگم بگو لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان بیارد. مقصد چی؟ و تمام کافرها دونن که در اسلام مجبوری نیست. نیاد نبرار. اگر محمد میتونست انشاءالله خدا خواهد تمام عرب ایمان میآورد. یادمی امکش ابو لهب سگ دوزخ نمیشد، ابو طالب دوزخ نمیرفت که ابو طالبه که تمام جانش در بالای محمد خالی کرده بود. میدونی تمام جانش همه نفرت میکرد، حمایش میکرد کافرها، لیکن در دم مردنش به چی رفت؟ به ایمان رفت. حضرت علی بچهش اسدالله شیر خدا الحمدلله داماد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ایمان رفت. حتی رسول الله در بالای مرگش اومد گفت امک جان بگو لا اله الا الله خدا خواهد جنت میدروی. در این طرفش ابو لهب ملعون شتکی بود، ملعون نگفت که نه نگو تا ایدم مردنت ایمان میاری. پیغمبر حرکت کرد، لكن آیت اومد نستعیذ بالله انک لا تهدی من احببت لكن الله یهدی من یشاء. ای محمد تو دوست داشتگی آدم‌ها تا هدایت کردن میتونی، لیکن من خواهم همه را هدایت میکنم انشاءالله. هدایت در دست کی است؟ الله است. فرزند دادن سه چیز از دست هیچ کس نمی آید، نه از دست پیغمبر، نه از دست دکتر، نه از اولیاء، هیچ کس نمی آید. یکتش هدایت است، یکتش فرزند است انشاءالله خدا خواهد. فرزند کی میتید؟ الله میتید. یکتش شفا را الله میتید. بیماری که است و هیچ کس شفا داده نمیتونه اگر تا الله نخواهش انشاءالله خدا خواهد. امروز بین یک تا ویروس چه بین دنیا را لرزوند. یادم یک تا ویروس چه که بچه‌شم دیده نمیشه، اینا کی داد؟ الله داد. القدر خیری و شری من الله تعالی. ایمان بیار هر تقدیر اینه که هر بدی از کی است؟ الله هست. هدایت میکنه الله، حکومت میکنه الله. حضرت مولوی خدا خواهد میگن نجنبد هیچ جنبنده از یک سو تا که نخواهد جنباننده او. بین یک تا چیز به امر خدا نمی جنبیده. بابای صوفی الله در کتاب مسلک المتقین است، امروز به هر زبان است گیلخان. همون بابای صوفی الله میگه که در روی زمین میلیون قوم است، میدان قوم و شمار که نمیشود. همه قوم برای این پهلو گشتنش فرمانی که در کافد است الله. تا الله اگر فرمانش نکنه این پهلو نمیگشت است. نه جنبت هیچ جنبنده سیزی یک سو تا که نخواهد جنباننده او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد، کجا سائل زی پیش خود گدا شد. این پوشوره میگه کی کرد؟ و الله میکنش. این گداها را میگه کی کرد؟ اینم الله میکند. ایو نبرار ولی کم بغل بینی تجیج میکنی، ولی کم بغل بینی پلدار خدا خود کروتای پیشته میگردونی. روز قیامت خداوند وعده میکند در سوره توبه پلدارایی که پگن زکات نمیتی میگن همون پول تا در نار دوزخ علاوش میتسبونم، در پیشانی در دلت در دمگت زیر میکنم، مثل گوه مستقم میکنی همچنان زیرت میکنم. مفسر برای چه خدا پیشونی و دل و دمگه گفت؟ وقتی میگه پولدار کم بغل بینه میگه پیشونیش جیج میکنه یک جا اومدی بدبخت. وقتی که میگه بدیلش بعدش میبیند میگه در دلت زیر میکنه. چوه دمگت نمیگه پیشه میگرنه با گذشته بروه. باید که مسلمان نوازش چی باشد؟ کم بغل باشد.
اگر نقاش نکار را سیریشته بدان را در اینجا کی نوشته. اگر یادمای نماز خونی ما و شما خوب خدا کراشه این بدها کی کرد. همه در حکم تقدیرش دواند، به هر سویه که میخواند رواند. این تقدیرات تای اگر در تقدیرات به ایمانی باشد مثل برسیسا ایمان تمیتی.